салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 16. خدا رحم شما را خورده است که صحت و سلامت و پیش فرزندانتان رسیده آمدین. بلا به پس همان 10 خری بردگیتان. از این حادثه که موف خلاص خوردین، صدقه سرهاتان 2 طبقکی نان کرده 4 موی سفید فریاد کنین. مصلحت میدهند همدیه ها. روز خدای خوری موی سفیدان حادثه گندم خری کشاده می شود و همه کسه به حال 2 بزبله قشلاق خوب می خندند. خلاص کلام بابای قایمدادی سنگ آسیاب تراش که در بچگی شکارچی ماهی هم بوده است به این 2 جوانی عالم و آدم ندیده می گوید که شما به دهه مقاوک ارچدره رفته اید. مردم این دهه همه یغنابی هستند. آنها یک اولاد چند سال پیش از یغناب کوچ بسته پایان فرآمدند. با تاجیکان همسایه قشلاق شده، تاجیکی را نو یاد گرفته، با زبان یغنابی آمیخته کرده گپ میزنند. یغنابی تماما زبانی دیگر است. گویان بابای قایمداد قصه یغنابی فرزند طلب را که در بین مردم یغناب مشهور است به یاد آورده نقل میکند. یک یغنابی 6 دختر داشته و پسر نه. همسرش باز امیدواری ماه و روز بوده است. در یک دسترخوان فطیرهای تحمال و یک کاسه مسکک گرفته نزد ملا می رود و خواهش می کند تا دعا کند که وی بچه دار شود. ملا دسترخوان فطیرهای روغنی و کاسه مسکک را گرفته یغنابی را دعا می دهد. ولی پس از چند روز همسرش دختری 7 را تولد می کند. یغنابی بچه طلب با نشان اعتراض نزد ملا رفته می گوید که به این زنی دختر زای 2 هم تأثیر نکرد. اکنون یک راه مانده است. این زن را طلاق داده زنی دیگر می گیرد تا که از این دنیا به نشان نرود. دختر این مال مردم است. برای آنکه عائله ویران نشود و 7 طفلکان دخترچه ها در این کوهستان سخت به سرابان نمانند، ملا یک حیله شرعی می اندیشد. بلم پسر یا دختر شدن خواستی خدای متعال است. از زن هیچ وابستگی ندارد. با وجود این تو به مزار شیخ فانی پیر یغنابی ها به جنگل ارچه ها رو از خدا با آواز بلند پسر پسر شود پسر طلب کن و بین که چی می شنوی. بعد آمده به من نقل بکن. لیکن پایی با طهارت رو. در خانه اول 2 رکعت نماز خوان. صبح و دم رو که در راه با یگان کسی ناپاک روبرو نشوی. خودی ملا باشد تاریک بروز پیش از یغنابی پسر طلب رفته در پس مقبره شیخ بین بوته های خود روی پنهان می شود. یغنابی بچه طلب هم رسیده از مقبره اندک دورتر راست ایستاده اول تعظیم و بعد التجا می کند. ای خدا جوتم تیفر پولاد، ای خدا فرزندم ده پسر. این لحظه از مرقد شیخ صدا می براید زودت نتی فرامیشت پسرت نمی دهم. اگر زودت نتی فریشت سمی الله نکن نومیشت. اگر پسرم ندهی دیگر نماز نمی خوانم. اگر سمی الله نکنیشت سرید کپ کنومیشت. اگر نماز نخوانی سرت را مجاق میکنم. اوه خدا عجب غضب کنیش. آه خدا عجب غضب میکنی. در ادامه صحبت موسفید نقل میکند که وی آدم دیو پیکری سبزینه خوشبرود گنجل پهلوان است. شکارچی خوب هم هست او. من باره او را از شنگال خیرس در جنگل خلاص کردم و با هم عهد و پیمان دوستی ابدی بسته ایم. 2 زن و 9 پسر و 2 حولی در 2 دهه دارد. حولی یکمش در پایاناب و دیگرش در مقاوک. در مقاوک 4 پسر دارد که همه‌شان
پهلوان‌های شناختند و پسری از همه خردیش با نشان دوستی نام مرا مانده است قایم. شما رزق خود را پیش پا زدید. گنجل پهلوان 24 آدمی دسترخواندار و مهمان دوست است. وی به بچه هایش گفته است مهمانها را به حجره و خرهایشان را براباد جای خر و اسبندی تابستانه برید. پول و پیسه هایشان را بینید که چقدر گندم می شود. ماهتاب که برآمد از خواب خیسته شاخه ها را از تگ پاریسه خانه گرفته خره گندم را باد کردن گیرید. دم مرغ فریاد من رسیده می آیم. شب میمان ها را با قروتاب و سحر با اطاله حالمانی با روغن زرد ضیافت کنید. پیشین آش پلاو کرده بعد گسل می کنیم. تقدیر خرها چی می شود؟ بی صبرانه می پرسیدن جوان مردانی به گندم رفته. موش سفید قایمداد می گوید که خرهای شما را گرگ نمی خورد. بیگاه یا پگاه خرهایتان را با جوالهای پر از گندم یگان پیسری پهلوان حتما می آرد. پهلوان از کجا می داند که ما از کدام دهیم؟ خودی خرها می دانند که می گوید موش سفید. مردمی کوهستان زیرک می شوند. خرها را بار کرده به اختیار خود می مانند. جانوری زیر بار مانده کوشش می کند که هرچی زودتر بار را به منزل رساند. منزل خر کجاست؟ خانه صاحبش که برابری رسیده آمدن تربه که و جو را به سر جانور می کشند. صیاد را یک نقل دیگری چند سال پیش به همین مانند کرده پدرش درباره فراست این جانور زحمتکش به یاد آمد. سالهای وزنین جنگ بود. تمامی حاصل غله را برای فران گفته به سر خیرمن نماینده های شرکت دولتی آمده می بردند. حتی برای تخمی سال آینده هم بعض به انصاف هایشان یک مشت گندم نمی ماندند. بار رئیس جماعت ما را آگاه کرد که پگاه سحری بر وقت نماینده شرکت سر خیرمن را می گیرد. همین شب یک بلا کرده غمی تخمی را هم باید خوریم. علاجی به قشلاق بردن 4-5 خیروار گندم نبود. صد چشم نظاره می کرد. ما هم ترسیده و لرزیده چند جوال گندم را نصف شبی به خرها بار کرده و درون دره حی کردیم. در یک برمال تیپک جای آبشینم نباشد زود چاه کنده گندم را ریختیم. بالایش را شاخ و شپه و علف قاقدان پردافته خاک گردانده هموار کردیم که کسی پی نبرد و نشانه هم نگذاشتیم. تیر ماه و زمستان گذشت. بهار آمد و وقت کشت و کار شد. موسم جوه براری و گندم کاری شد. رئیس جماعت امید به ما داشت که با تخمی کشت را تأمین میکنیم، ولی ما جای گندم پنهان کرده امان را یافته نمی توانستیم. نشانه مانده همان هم بیدرک بود. از ترس از گلویمان آب نمی گذشت. خدا را التجا می کردیم که شرمنده نکند. تا نماز شام کافت و گاومان هیچ نتیجه نداد. شب وضعیت من را بابات رحمتی داملا دیده احوال پرسید. واقعه را نقل کردم. گندم را با پشتاره برده ماندین یا با الاغ به خرها بار کرده برده بودیم؟ داملا با تبسم و کاسه گردسوز اشاره کرده دمی گرم را گیر، تخمی یاف می شود، غم نخور گفت. پس از تناول گردسوز رحمتی بابا تاکید کرد که پگاه بعد نماز بامداد در جوالها خاک گرفته به همان خرهای بار برده بار کرده به دره پیش انداز کنید. به خرها کاردار نشوید. در یگان جا ایخ و ایش نگویید. هر جایی که رفته میستند همان جای را کافتن در کار. هرچند که به این تأکید رحمتی بابا چندان باور نداشتم، ولی این جانورهای بی زبان بعد 5 ماه ما را راست به بالای چاه گندمی گور کرده امان بردند. معلوم شد که شبانه و از سراسیمگی وقتی گاگم چاه کندن ما جای را نغز در خاطر گرفتن نتوانستیم. وقتی پیدا کردنش تخمینا یگان 200 قدم پایانتر و خوب برو گس بیل زده ایم. انا فراست حیوان را ببین بچم. باز ما این بیچاره ها را
خری به فراست گفته تحقیر هم میکنیم. ترویکای ملاها. جان من هم در دست پروردگار است. تقدیر را تدبیر نیست. اگر عمر دراز باشد از دم تیغ جلاد هم رها میابی. عمر کوتاه باشد در نزد چایخانه راحت ماشین میزند و جا به جا هلاک میشوی. صیاد هرچند زاده 100 سالیزم است و تربیه و تعلیمی مکتب و دانشگاهی تمایلی کمونیستی داشته را گرفته است، به تقدیر، قضا و قدر، دنیا و آخرت سخت باور داشت. به قول خدا ترس بود. شاید نقل‌های پدر از خردسالی به مغز هوش و یادش جای گرفته بودند که آن پند و اندرز و گفته‌ها را همیشه وابسته به موریدش به یاد می آورد و شنیده و آموخته‌های نوش قیاس می کرد. خلاصه‌اش را در ترازوی عقل برمی کشید. اکنون حق و باطل را قدرتی از هم جدا کردن داشت. صیاد هنگام در صنف‌های بالایی خواندنش باری به موضوع ملاها و کتابها برگشته از پدرش پرسید که در آن زمان حکومت نو از کجا میدانست که در کدام یک دهه ملای کتابداری هست؟ نخواهد همه ملاها دشمنان ساختی نو بودند؟ ها پدر؟ نه بچم، همه این ملاها دشمن حکومت شورا نبودند، ولی از آنها بدخواهانشان دشمن می تراشیدند. مثلا بابای تو، پدری مادرت رحمتی داملا نعمان 7 سال در مدرسه های بخارای شریف خوانده است. حریت می شود و اینجا جای من نیست گفته به وطن برمی گردد تا آخر عمر. در کلبه فقیرانش زندگی می کرد. زمین ها و مال و حالش را که میراث باباییش بودند به حکومت نو اختیاری سپارید، به شرکت اعضا شد. دیگران را هم میفهمند که حکومت نو حکومت کم بغل پرور است. نه که مندق ناظمچه که اگنت مالیه بود داملا را بسیار عذاب میداد، تهمت میکرد که با باسمچی ها علاقه داره. حکومت نو چشم میدیدن نداره این ملای خانه سوخته و 10 تهمت های دیگر. بابام به نظام چی بدی کرده بود که اینقدر او را عذاب میداده است؟ داملا خواستگارهای ناظمچه را که دختر داملا را به بالای زنش گرفتنی بود پس گردانده، من دخترم به این خدا به خبری بدعتکار و فاسق نمیتون گفته بود. انا همین طور کسی به کسی قصد داشت از بالایش معلومات میداد که فلانی بای، فلانی مشزور کلک، فلانی ملا، فلانی خیشی باسمچی. می آمدند و آن بیچاره ها را پیش انداز کرده می بردند. راهی رفتهشان بود و راهی بازگشتشان نه. کمی در کم از این بردگی ها پس می آمدند. حتی بعضی ها با زن و فرزندانشان به نام نشان می رفتند. جانسوس ها در حق بسیاری ها جبر کردند، مثل که مندقی ناظم. صیاد آن وقت به کلمه جانسوس اهمیت نداده بود، ولی پس از ختم مکتب عالی وقتی که او را به کمیته بی خطری به کار دعوت نمودند و بابای صمد با جدیت اعتراض کرد که اگر نان خوردن نیابی هم با اینکه ویده نرو، مردی کاری کنو، به این کار نرو که جانسوز میشوی. گفت پدر، ولی او با پدر بحثی بسیار کرد. بابای صمد چون دید که صیاد تن دادنی نیست، درباره یک حادثه به سرش آمده نقل کرد. نقلی دور و درازه بود. منصبگیری پدر. سالهای وزنین جنگ گرمان بود. آهی وزنین کشیده به نقلش ادامه داد پدر. همه در جنگ. در دهه دیوراهای کوهستانی ما از مردینه 5-6 موی سفید مانده بودند و خلاص. دیگر همه کودکان و نورسان و زنها. مرا هم که در عقیبگاه برای بنیاد راه پامیر نگاه داشته بودند و در کبودجر کار میکردیم، آورده همراهی 18 نفر جوانانی نو به سن 18 سال رسیده به جنگ سفربر کردند. توشه راه یک مشتی توت و یک کف تلخان داشتیم و خلاص. اهل دیه برای گسیل ما برآمده بود. دیده های همه پرنم،
آچت هم همراهی اپهایت که یکی 9 ساله و دیگری 6 ساله بودند و اکی 3 ساله درمندت سر دست همراهی بیبی قامت خمیدت آب دیده می ریختند و درون می گریستند. از نوروز 10-15 روز گذشته بود و آفتاب رویه های دامن کوه‌ها و برمال تپه ها جا جا سیاه شده برفی زمستان رو به آبشوی آورده بود. سالهای پیش در این وقت جفت براران می شد و گلگردانی در و دیوارها را به ترتیب آورده نوروز را استقبال می کردند. هنگامی از پیره‌های ده گذشتن بوی فارم و اشتها آور کشک از هر حولی به مشام می رسید. سمنک‌پزی اوج می گرفت. های بزم و بازی های داشت کوهستانی ما، بوزکشی و گشتنگیری هاش نمی گویید. ده را فرح و شادی فرا می گرفت. اکنون سالی 3 بود که نفس شوم و سرد جنگ دهه دیوراه را به ماتمسرا تبدیل داده بود. عبدالصمد، گمان داشتیم که تو را برای کشت و کاری دیه، برای جفت و دروی حاصلی نو و خیرمن و انبار کردن از کاری راه آوردن. تو را هم که به جنگ ببرند ما از گرسنگی میمیریم. بچم کی جوفکر می شود و کی این بیوه و بیچاره ها و این صغیره و کبیر را صاحبی می کند. آب دیدهش را بالا بی جند جامعه سراپا در بهدار پاک کرده ایستاده علم دل کشاد. استاد قادری مکیدوز. 30 سال استاد قادر تگ 80 بود و در 7 ماه اول جنگ 6 پسری از 19 تا 35 سالش را به جنگ خانمانسوزی ضد گرمان گسیل کرده. از 3 نفرشان خط سیاه گرفته بود. بهار سال 1943 هم برای عسکران ما در میدان جنگ و هم برای عقبگاه نهایت وزنین بود. در اکثر دهه‌های کوهستان نه قوه کاری مردانه مانده بود و نه ذخیره آذوقه. شرکت دولتی تأمینات غله و آذوقه تمام گندم حتی به خاطر تخم ذخیره شده را هم برای جنگ فرستاده بود. اکنون نمایندگانش خانه به خانه گشته از مردم 1 طبق، نیم طبق، حتی 1 کف باشد هم تخمی برای کشتی نو با زاری و زوری جمع می کردن. ولی کشتگر و کارگر نبود، همه در جنگ. خلاص ما 9 نفر نواسکران تا چاشت به اداره جماعت قدی آب رسیدیم. از دیگر دیه ها و جماعت های اطراف نیز دعوت شونده ها را در آنجا جمع آورده بودند. همه یک جایه زیاده از 100 تن صف آراسته و قطار شده براه برآمدیم. رئیس جماعت قدی آب و نماینده کمیسریت حربی یکی پیش و دیگری از عقیب، هر دو اسب سوار ما را می بردند. مرغ فریاد به مرکزی ناحیه رسیدیم. تقریباً 10-12 ساعت به ایست راه رفتیم. ما را به نزد یک بینای درازی فرسوده بردند که پیشتر انبار غله شرکت بوده است و حالا در داخلش 1 دانه جو هم نبود. در داخل بینا باز 150-200 تن دیگری به جنگ دعوت شده ها بودند. کوفتی راه ما را به حال گردانده بود. برابری به دیوارها تکیه کرده نشستن همه را غنب برده است. دمی آفتاب برا نماینده حکومت ما را بیدار کرده در نزد بینا صف آراستانمان را امر نمودند. صف کشیدیم. بعد نماینده از دوشنبه آمدگی که در تن لباس آزاده نظامی داشت و مرد قامت بلندی نوچه و خوش سیما هم بود، چند ورق کاغذی در دست داشتهش را این طرف و آن طرف گردانیده نام و نسب 6 نفر را خواند. یکی از آن 6 نفر از جماعت قدی آب من بودم. شما در اختیار حکومت میمانید، دیگرها همه به جنگ. پس از 1 ساعت براه میبراییم به سوی دوشنبه، تأکید کرد نماینده مرکز. ما 6 تن قریب همه 30 سالی یک خیله داشتیم. تگی 40 از 40 کمی بالاتر. بعضی ها عجب نه با نفرت به ما می نگریستند که با کدام راه از جنگ جانشان را خلاص کردن این نابکاران. شاید
حسد می بردند که ما خوشبخت بوده ایم، ولی کسی نمی دانست که اکنون ما را چی تقدیری در پیش است. خودمان هم بیخبر از سرنوشتی بدی. بعدها من 1000 بار لعنت به همان لحظه می گفتم که مرا از صف نو اسکران بیرون کردند. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 16